میدان میبرد. از جمهوری تاجیکستان امام علی نورعلی در صدر جدول بهترین ها قرار دارد. 3946 امتیاز دارد. قهرمان جهان در رشته جودو میان جوانان محسوب می‌یابد و 3 کرات برنده مدال طلای مسابقات گرند اسلم، یکی از چهره‌های ماندگار و ورزشکاری امیدبخشی جمهوری تاجیکستان در مرحله نهایی قهرمانی جهان قرار دارد که در صحافت ورزشی کشور یگانه نفری که به فینال برآمد و امروز در قهرمانی جهان تاکنون را نیافته است. مسیر تعیین نموده هر دو پهلوان را گفتیم. برای امام علی نورعلی البته لحظات خیلی حساس و هیجان آور است که امروز با چهره‌های نمایان و درخشان جودو روبرو می‌گردد و حالا عملهای کار در زمین اینجا هم صورت نگرفتند. امام علی احتیاطکارانه باید عمل کند. اینجا فاتح هیجان رو فرو بردن در کار، سراسیمه شدن لازم نیست و با آهستگی کار در این سمت رجوع دیگر خواهد گرفت. اکنون امام علی از قسمتی که لازم است از بالا داشتن فرصتی خوبتر و مناسبتر هست برای حمله امام علی نورعلی. این خوب است. جوانترین اشتراکچی که در بازی‌های المپی در پاریس هم چون ما و شما شاهد بودیم که چه حالت به وقوع پیوست. قهرمان جهان میان جوانان، این هم صحافت خیلی رنگین ورزش ملت محسوب می‌یابد در رشته جودو که این عنوان نتیجه شایسته را امام علی نورعلی سر کتف رجوع کرد. محمد مراد عبدالرحمانوف داور درجه المپی رمزی شمیرов بسیار هم در حالت هیجان هستند و جمعی مردم تاجیک امروز هم بسیار هم هنگامه های زیاد به عمل آمد. یک نکات دیگر را باید قید کرد که امروز دو برادر دوست هم دسته هم آبیجان جیبوف هم امام علی نورعلی در قهرمانی جهان بزرگترین کار را کردند. شایسته ترین و بهترین نتیجه را به دست آوردند. ناواسته از آنه که وقت ما رو در پیش است و امیدواری های ما باز هم بیشتر و افضلتر و زیادتر. پیرهی تعیین نموده رهبریت فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان امروز ثمره دلخواه به بار آورد. های ماندگار را لیاقتمندانی که از منطقه های گوناگون بود آنها را جمع آوردند و هیئت استوار منتخب جودوی تاجیکستان را تشکیل کردند و بعدا یک مرحله دیگری آمادگی، نه تنها یک مرحله بلکه سلسله مرحله های با موفقانه آمادگی در بیرون از تاجیکستان برگزار کرده شد. تکه که اینجا هم یک پایزنی کرد که یوکا گرفت. حالا وقت هست عملهای کار در زمین اینجا هم رجوع دیگر میگیرند. بله احتیاط کنوری دیگر نشان داد و بسیار زیرکانه این عمل را اجرا کرد و یوکا گرفت. منتظر نبود، آماده نبود امام علی که این کار به وقوع میپیوندد، خود را زود دفاع کند. چگونه تکتیک غیری عادی و غیری چشم داشتن. رجوع خود را، بدن خود را اشاره با اون سمت پیش که نشان داد و امام علی نورعلی برگشت. رقابت ادامه می‌یابد. یک کوشش دیگری امام علی از این حالت خوبی به عمل آمده. حالا نه کار در این سمت دستی راست را اگر باز قوی‌تر کمربند را نمیگذارد، شکناری که اختیار میکند الکی رقیبش آماده است که این وضعیت ها را زود برطرف سازد. کنار چپ سمتی راست دو طرف گشتین گرفتن بسیار هم طلای و مناسب و مساعدت کننده است برای حمله های
هم برقاسا و هم نتیجه های ارزنده و این کار را امام علی نورعلی خوبتر میداند و دارای آن همان استعداد فوق‌العاده در دو سمت چپ و راست هست. اما حریفش هم بسیار حریف پرقوت، زیرک، ماهر و مربیان تا آن دمی که نیروسنجی مرحله نهایی صورت میگیرد هر یک مربی هر فرد علاهیده جداگانه به آن مدعیان اساسی توجه ظاهر میکنند و هر یک عمل و حرکت به نظر رقیبان پهلوانان خویش را آنها میآموزند. الکی دانستند که امام علی کدام سمت را اختیار میکند و از کدام کسبیت بیشتر اینجا استفاده میکند و رجوعی که فاتح محمد بیک بسیار در هیجان است. اگر امام علی نورعلی این مراتب کن حمله بر دروغ بود از جانب پهلوانی ژاپنی و چندان داور هم متوجه نشد. 4 ثانیه دیگر بسیار تأسف وقتی کم در اختیار دارد امام علی نورعلی 2 ثانیه. بله شیدا چون شیدا دادند و وقت هم به انجام میرسد به امام علی نورعلی اکنون برای مدال طلا تلاش مبارزه برد سزاوارانه اما جایزه طلا نصیبش نگردید. مدال نقره در صحیفه جودوی ملت تاجیک مدال اولین است. رویداد بی‌نظیر است. دستاورد عالی زمان صاحب استقلالی کشور محسوب می‌شود. در روز دوم قهرمانی جهان یک مدال نقره و یک مدال برنجی تاجیکان به ننگ و ناموس به دست آوردن این عالی ترین رویداد است. یگان صحافت جدای ملت تا این مدت این دوستان عزیز اکنون ما توجه میکنیم به معرفی باز هم دیگر باره پهلوانان وزن 66 کیلوگرم آبیجون جیبوف و ابه با گرفتن مدال برنجی قهرمانی جهان شرف یاب کردند. و امام علی نورعلی ورزشگر نامآشنای تاجیکستان قهرمان جهان در میان جوانان امروز در میان بزرگسالان برنده مدال نقره شد. تاکشی تاکی‌اوکا از ژاپن این چهره قهرمان جهان شد چون گفتیم که در کارنامه ورزشیش البته موفقیت‌ها هم شایسته و عالی بودند. 2 مدال نقره داشت و امروز صاحب مدال طلا از قهرمانی جهان گردید. اولین مدال طلا را در چمپیونات جهان در رشته جودو امروز در بوداپشت تاکی‌اوکا تاکشی صاحب شد. 43 رقابت نفوذ بین‌المللی بعد امام علی نورعلی در رده‌بندی بهترین ها در جای دوم است. و این هیئت منتخب تاجیکستان سرمربی هم مربیان نایب پرزیدنت فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان نرگس محمد بیک، رمزی شامیروف و محمد مراد عبدالرحمن خرسندی آنها شادی که دارند واقعا هم امروز اکرام و عزت و احترام این چهره های ماندگار دیگر باره در عرصه جهان اعتراف کرده. دیگر باره تاجیکستان رو همچون دولت ابرقدرت بر روش یافته جودو در سیاره اعتراف کردن.
واقعا هم رویداد بی‌نظیر که در وزن 66 کیلو هم اشتراکی مرحله نهایی هم برنده مدال برنزی قهرمانی جهان. رویداد تاریخی، رویداد بی‌مثل و رویداد واقعا هم تاریخی در روز دومش به وقوع پیوست. حالا سرود ملی جمهوری ژاپن صدا می‌دهد. دوستان گرامی، اینجا هم یک بار دیگر برای توجهتون تشکر میگویم. سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان هم در این مکان برگزاری قهرمانی جهان البانج خورده ایستاده است. این نظر هم مخلصان یک بار دیگر نشان دادن که مایه افتخار ما و شما هم هست. ما افتخار از این چهره های ماندگار میکنیم و سرفراز از آن هستیم که امروز در تاریخ ورزش جودوی ملت دیگرگونی تحولات رویداد بی‌نظیر به وقوع پیوست و دو چهره ماندگار، دو فرزند فرزانه ملت تاجیک در این قهرمانی جهان صاحب مدال شدند، مدال نقره و مدال برنزی که واقعا این نعمت بزرگ زمان صاحب استقلالی کشور است و عالی‌ترین تحفه در عرفه جشن وحدت ملی به مردم تاجیکستان. عالی‌ترین رویداد، عالی‌ترین تحفه این دو فرزانه ملت تاجیک، امامعلی نورعلی و عابدجان جیبوف.